دوستانی نویای شهرتوس ولایت خاتلون تحقیق پرونده یک زن را ادامه میدهد که به گفته مفتشان 10 مرد را به بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن گرفتار کرده است. از بس که افشای نام بیماران گرفتاری این مریضی به اجازه خودشان در تاجیکستان ممنوع است، نام مناسب این زن هم اعلان نمی شود. امید کریمزاده دوستانی نویای شهرتوس روز 31 می در صحبت با رادیو زود گفت تفتیش پرونده سوکینی همین نویه در عرفه انجامیابی است. مقامات میگویند این زن 30 ساله است و از سال 2014 رسما به حیث گرفتار بیماری نورسایی مسئولیت بدن ثبت نام شده است. در مرکز مبارزه با بیماری ویچسپی در نویه شهرتوس به رادیو زودی گفتند که از روی این زن به مرکز شکایت آمده است. معلوم نیست که خود این زن از کی سرایت شده است. حالا زن را به سرایت کردن با اینفکسیون ویچ و دیده و دانسته تحت خفی سرایت با اینفکسیون ویچ گذاشتن شخص دیگر متهم میکنند. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است او از 2 تا 5 سال به زندان محکوم شود. به قول مفتشان با نظر داشته جبرده 10 نفر هستند، احتمالی جزای سخت‌تر گرفتنش وجود دارد. پیوندان این زن از صحبت خودداری میکنند، اما اکرم دولتوف مدیر مرکز مبارزه علیه بیماری ویچسپی در خاتلون به رادیو زودی گفت از همه بیماران امضا میگیرند که مبادا دیگران را گرفتار نکنند. گزارش درباره به جوابگری کشیدن یک زنی که گویا 10 نفر را به بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن مبتلا کرده است باری اول است که نشر می شود، اما در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است از میان صدها تنفروش بازداشت شده 3 نفر را با اتهام به بیماری گرفتار کردن مشتریانشان به جوابگری جنایی کشیدند. معلوم نیست که آنها چه جزا گرفتند. در خاتلون نزدیک 3000 گرفتاری بیماری ویچسپی ثبت نام شدند و 900 نفر آنها زنان هستند. این رقم در نویه شهرتوس به 90 نفر برابر می باشد. اکثر گرفتاران یا معتادان مواد مخدر هستند و یا زنانی که به تنفروشی مشغول شدند. تعدادی هم از راه‌های نامعلوم و یا از شوهران مهاجرشان به این بیماری گرفتار شدند.